هر جای نقشه دارت بخوره میریم. نقشه استان شهرمان بختیاری که با این خمیر میزنیم توش. ای بچه ها خورد تو شهر کن. نه راست میگی. عجب. حالا این هم نقشه شهر کرد. اینو کجاست؟ نه ولی واقعا این بچه ها میزنیم. عجب خورد میریم. رفتیم اسلو موشنشو دیدیم دقیقاً خورده بود همینجا. الان اسکرین اینجا چی اسلو موشنشو دیدیم تقریبا خورده بود همینجا و چون نزدیک فرودگاه میریم فرودگاه. بچه الان دو جا میخوایم بریم. یکی اینکه بریم فرودگاه یاسین پشت سرم، دو اینکه بریم پارک ملت. فرودگاه که کمی نزدیکه به اینجا. برو. آره همینجا. فرودگاه که خیلی نزدیکه به اینجا ولی پارک ملت بعد از اون طرف دور میشه. فعلا بریم فرودگاه، اول فرودگاه رو ببینیم. فقط استرس داریم که اینا نیفتن. دو تا گوشی ها رو بدجور با چسب و اینا چسبوندیم، اگه بیفتن بدبختیم. او یاسین سلام علیکم. برو. رفتیم تو شهر کد، بعد اونجا ماشین رو پنچر کرد و رفتیم دیدیم ماهی فروشی خراب شده و وقتی میوه فروشی دیدیم اصلا نیست. حتی افتادیم تو استخر. ببین سینا ما بعد از اینجا خب اینو بریم، بعد بریم تو کمربندی، بعد بریم فرودگاه. اونجا ببین اینجا میگه دور بزنید. خب میره اینجا دور میزنه. ولی دور ما نمیزنیم. ما همینا میگه. خب الان ما بریم کجا؟ الان بعد بریم تو کمربندی فعلا. حله. نگاه اینجا کمربندیه با. نگاه. کمربندی خطرناکه ولی میره. اینجا کمربندی. بعد اینجا میدون چیه؟ قمر. کورنگه. قمر. میدون کورنگ و قمر که تو میگی یکی. قمرم اون ور دنیا. باشه. قمر نزدیک معلمه. بریم. با بریم تو میدون؟ بغل میدون بریم. فرودگاه بین المللی دیکورد. اینترنشنال پدرمون در اومد. راستی یاد نبود، نیم ساعت بیشتر راه نبود ولی اینش سخت شد که اتوبان داشت و فلان و نه نمیشه خره. شاید اصلا بازه کاری ندارم. فرودگاه مینان شهدای شهره.
سلام. تعطیله برای چی بری؟ همچه یه تار بخوریم. نمیشه بری دور بزن برو. باش. نمیشه راه نداره؟ نه به خدا هست اونجا مانه. ما فرخ شهر اومدیم نمیشه؟ تعطیله میگم. با برین یه تاپ بزنیم. نمیشه بری آقا. پسر چش. بابا وایساده که شما نرید اما بمب نمیذاریم توش چیه؟ بچه ها مقصدم از بعدی موزه بعدش پارک ملت. من دیگه تا اونجا قطع میکنم خیلی سخت. آقا بچه ما دیگه خسته شدیم داریم یواش یواش اینا رو پیتیکوشون میکنیم میبریمشون ببینیم حالا چی میشه. میریم پارک ملت برمیگردیم. آقا رسیدیم. اینقدر سر بالایی داره اینجا اصلا خیلی سخته کار. با امروز سینا خیلی پای زدیم. فکر کنم از اونجا که شروع کردیم از پارکی که شروع کردیم تا فرودگاه کج بگیر از از پارک پردیس تا فرودگاه 30 کیلومتر بود. از فرودگاه تا کورنگ بکنم یه 5-6 کیلومتر بود. نه کورنگا میدون کورنگ. بعدش تا اینجا می 20 تا امروز 100 کیلومتر رفتیم. حالا تا برم گردیم باز به پارک فردیس. یه سرازیری ولی خب اینجا سربالایی بود. آره اینجا سرباله بود خیلی خسته شدیم. نه بچه اونجا هم تپه نور شد. چی؟ حالا میگه چه میشینی؟ ممنون که تا خب یه همراه بودید. این ویدیو لایک کنید. برگردیم سینا.